قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 56. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت طاهریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. صفاریان سالهای 873 930. در عصرهای 9-10 و مثل دوره‌های گذشته، یکی از وظیفه‌های حاکمیت دولتی در واحه‌های زراعتی آسیای میانه تشکیل کردن محافظت این واحه‌ها از هجوم غارتگرانه بادیه نشینان بود. با همین مقصد در این دوره دسته‌های مخصوصی فداییان مسلح تشکیل داده شده بودند که آنها را غازی، مبارزان راه دین می‌نامیدند. به صف غازیان اکثراً برزگران و پیشوران مفلس داخل می‌گردیدند. این آدمانی که جنگ را کسب کرده گرفته بودند به همان جایهای فرستاده می شدند که با کافران زد و خورد به عمل می آمد. حاکمان محلی این فوجهای غازیان را برای خدمت به استحکاماتی که در حدود بین واحه‌های زراعتی و صحرای بادیه نشینان واقع گردیده بودند می فرستانیدند. چنانچه که عالم جغرافیدان عرب مقدسی قید می کند، غازی ها هم تکیه‌گاه و هم یک واسطه ناآرامی حکومتداران محلی بودند. آنها از یک طرف به تعرض بادیه نشینان ضربه داده واحه‌های زراعتی را از تاخت و تاز دشمنان محافظه نمایند، از طرف دیگر در نهضت خلقی ضد اعیان و اشراف محلی فعالانه اشتراک می کردند. در آخر عصر نو فوجهای مسلح غازیان اساس آن جنبش بزرگ خلقی را که در حدود آسیای میانه و ایران روی داده بود تشکیل نمودند. این جنبش خلق را برادران یعقوب ابن لیث و عمرو ابن لیث به منفعت خود استفاده بردند. این دو برادر در اولی کار یک دسته راهزن تشکیل دادند که دیری نگذشته این دسته به یکی از فوجهای غازیان توابع سیستان همراه شد. استعداد جنگاوری و دلاوری به یعقوب امکانیت داد که در اندک فرصت راهبری فوج را به دست خود بگیرد. این فوج به حیات سیاسی ولایت فعالانه اشتراک نمود و از شورش مردمان واحه‌های زراعتی استفاده برده در سال 861 حاکم طاهری ها را راند و مرکز سیستان شهر زرنج را ضبط کرد. یعقوب حکمران این ولایت گردیده در ظرف 10 سال آینده یک قطار ولایت های شرقی خلافت را تصرف کرد که آنها را تا این وقت آخرین نماینده سلسله طاهری ها محمد ابن طاهر 862-873 اداره می نمود. در سال 873 یعقوب به قوه حربی طاهری ها شکست داده مرکز خراسان شهر نیشاپور را ضبط کرد. به همین طریق حاکمیت طاهری ها در آسیای میانه و ولایت های شرقی ایران کنونی تماما از بین رفت. اگرچند حکومت بغداد از این موفقیت های یعقوب خیلی به اضطراب افتاده، برای بیشتر پهن نگردیدن نفوذ او
بعضی چاره ها پیش بینی کرده باشد هم نتیجه نبخشید. از این سبب خلیفه در سال 874 این امر واقعی را اعتراف نموده مجبور گردید که اداره کردن تمام خاک خراسان را به یعقوب سپارد. یعقوب تا آخری حیات خود همچون یک نفر مردی جنگی ساده و شکست نفس باقی ماند. لباس عادی ریسمانی می پوشید، به پلاس و قالین اهمیت نداده به زمین می نشست و در وقت استراحت سرش را به جای بالشت بروی سپر خود گذاشته می خوابید. در عین حال وی با مرام جنبش های خلقی آسیای میانه یگان قدر نزدیکی نداشت. در بین لشکریان او انتظامی سخت حکم فرما بود. خود او نمونه دلاوری حیرت انگیزی را نشان داده از سربازان و سرداران نیز این را با قطعیت طلب می کرد. در یکی از جنگ ها روی او را با شمشیر زده چنان معیوب کرده بودند که 20 روزی تمام به دهانش نیچه گذاشته خوراک می‌خورد. پس از صحت شدن باز مثل پیشتره در ایرانه به کارزار درآمد. یکی از قسم‌های اساسی قشون او را سربازان فدایی تشکیل می‌کردند که گاه آنها را با آهنگ کراهت‌آمیز عیار هم به معنی قلاب و راهزن می‌گفتند. این طبقه مخصوصی مجاهدان راه دین بود که صف خود را از حسابی برزگران بی زمین و فراری پره می کرد. عیارها در حیات سیاسی رول مهم می بازیدند. از جمله آنها در سیستان به مقابل اصطلاحگران با متانت تمام مبارزه بردند. ظاهراً همان عیارهایی را که در جنگ بیش از همه دلاوری نشان می دادند به مرتبه بلندتر برداشته به گروهی سرهنگ ها داخل می کردند. در خطار عیارها فرزندان دهقانان و زمینداران هم بودند که آنها را آزادگان می نامیدند. غیر از این در قشون دسته های مخصوص غلامان هم موجود بودند. اولها در اختیار سفاریان همگی 2-3 هزار سرباز بود، اما در سالهای 874-75 یعقوب در یک محاربه 15,000 عسکری سواره را به کارزار درآورد. قشون سفاری ماشین‌های حربی و فیل‌های جنگی داشت. در وقت هجوم به گذاشتن دسته پیشاهنگ محافظ و تجسس اهمیتی کلان داده می‌شد. سربازها در هر 3 ماه معاش می‌گرفتند. هر وقت در ایام نوروز تفتیش قشون به عمل می آمد. از سرباز تا سردار قشون به عملدار مخصوص اسب و سلاح خود را نمایش می‌داد و سپس پول می‌گرفت. موفقیت‌های یعقوب ابن لیث احوال وزنین مهنتکشان را که او با یاردم آنها به این درجه رسیده بود ذره تغییر نداد. یعقوب غالباً به زمینداران خرد و میانه فیادالی تکیه می‌نمود. او در ولایت‌های ضبط کرده خود تمام ترتیب و قاعده موجوده را با همان حالت پیشتره باقی گذاشت. حتی مقدار مالیات را که بر دوش برزگران باریگرانی بود کم نکرد. در سال 876 یعقوب با نیت غصب کردن حاکمیت خلافت به بغداد لشکر کشید، لیکن تا آنجا نرسیده 100 کیلومتر دورتر در موضع دارالعقول از طرف قوه حربی خلیفه به شکستی سخت دچار گردیده عقب نشست. چنانچه که منبع‌های تاریخی نشان می‌دهند یکی از سبب‌های مغلوب شدن یعقوب ابن لیث کمک علی ابن محمد برقعی را رد کردن او بود. علی ابن محمد به شورش زنگیان غلام در عراق که تقریباً 14 سال 869-883 دوام نموده است سرداری می‌کرد. یعقوب ابن لیث که خود طرفدار غلامداری بود از اتحاد بستن به غلامان عار کرد و از این سبب کمک پیشنهاد کرده پیشوای شورشیان را نپذیرفت. پس از 3 سال لشکرکشی بی موفقیت به بغداد اساسگزار سلاله سفاریان یعقوب ابن لیث وفات کرد. لشکریان او برادرش عمرو ابن لیث را به تخت نشاندند. عمرو ابن لیث 879-900
در برابر اشغال کردن جای برادری خود فوراً به خلیفه مراجعت نموده اطاعت خود را به مرکز خلافت اظهار کرد. این بود که از طرف خلیفه منصب قایم مقام خراسان و اداره کردن یک مقدار ولایت‌های شرقی ایران به او سپاریده شد. لیکن در عمل امرو هم مثل طاهریان استقلالیت خود را از خلافت نگاه می داشت. بر طبق معلومات سرچشمه ها و یک شخصی در اداره کردن صاحب تدبیر و دانا و لشکرکشی توانا بود. در اساس بعض مدرک ها چنین تخمین کردن ممکن است که صفاری ها نهضت مذهبی شیعه ها را که در بین برزگران و پیشوران موفقیت پیدا کرده بود به درجه خیلی زیاد استفاده بردند. حتی روایتی هست که گویا یعقوب ما به جای کعبه پرستش آفتاب را جاری می کنیم گفته باشد. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت طاهریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. تأسیس دولت سامانیان. سرسلسله خاندان سامانیان سامان اصلاً از ولایت بلخ یا خود اطراف سمرقند و یا از ترمیز بود. به طبق معلوماتی که او دین اسلام را قبول کرده در شخصیت حاکم خراسان اسد ابن عبدالله که نماینده خلیفه عرب بود برای خود پشتیبان پیدا نمود و از این سبب به علامت احترام نسبت به این مرد فرزند خود را اسد نام کرد. اسد 4 پسر داشت: نوح، احمد، یحیی و الیاس. همه فرزندان اسد در عهد خلافت مأمون به کارهای اداره دولت کشیده شده. نوح به سمرقند، احمد به فرغانه، یحیی به چاچ و استروشن، الیاس به هرات حاکم تعیین گردیده بودند. در ظاهر این چنین به نظر می رسید که گویا هر یکی از 4 برادر حاکم ولایت انعام شده ای می باشد و بی واسطه به قایم مقام خراسان اطاعت می کند. اما در اصل این طور نبود. برادری از همه کلان نوح مقامی مخصوصی داشت. در رابطه های خارجی همچون سردار خاندان برآمد می کرد. مورخان به این جهت کم اهمیت دادند. تحقیق سکه ها نشان می دهد که در دوره های اول برادران خود را نه همچون مالکان علاهیده بلکه همچون اعضای یک خاندان حساب می کردند که در سر آن نوح قرار گرفته بوده است. بی سبب نیست که اولین پلهای میسی سامانی را به نام او سکه زدند. خصوصا یکی از این پلها که در ملک یحیی بن کنت برآورده شده اند جالب دقت است. در آن نه نام صاحبی ملک بلکه نام نوح ثبت گردیده است. بنابراین چنین خلاصه باوری بخش است که نبیره های سامان از قدم های اول در سر فکری وحدت خاندان را پروریده، آن را یکی از شرط های تأثیر سلاله مقتدر می دانستند که استقلالیت آسیای میانه را از خلافت عرب و طاهری ها تأمین کرده می توانسته باشد. پس از وفات نوح دادر او احمد سردار این سلاله نو بنیاد گردید. احمد که مردی نسبتاً دانا و توانا بود با مقصد معین به جمع کردن زمین برادرانش و ثابت نمودن موقع اولیت خود کمر بست. او در وقت زندگیش حکمرانی سمرقند را به پسری خود نصر سپرد که وی بعد وفات پدرش در سال 864 سرسلسله سامانی گردید. سال 875 خلیفه هم نصر را همچون سرداری سلاله اعتراف نموده زمام اداره دولت را به دست او داد. احوال نصر بسیار وزنین بود. خویشاوندان کلانتری او ملک علاهیده طلب می کردند
و گاهها حتی ظاهراً باشد هم وی را همچون سرداری سلاله اعتراف کردن نمی‌خواستند. مبارزه نصر با میل و کوشش‌های جداشوی برادرانش نه به طور کافی قطعی بود و نه براری داشت. مثلا امک نصر محمد ابن نوح در آوان حکمرانی کردنش در چاچ جیانش را چون سرداری سلاله شناخته به نام او سکه های میسی می برآورد. وقتی که چاچ به دست برادری نصر یعقوب رسید، او سکه ها را به نام خود برآوردن گرفت. دیگر برادری نصر اسد در فرغانه حکم میراند. این دو برادر در مبارزه به مقابل برادران دیگری خود متفق بودند. با وجود این، اسد در پایتخت فرغانه اخسیکت به نام خود پول می برآورد و نصر را لااقل چون حکمران یاد نمی کرد. نصر به همه این سازش می نمود. مناسبت نصر خصوصاً با برادرش اسماعیل مرکب بود. اسماعیل فقط در سال 874 صاحب ملک کلان بخارا گردید. تا این وقت بخارا به سامانیان تعلق نداشت. هنگامی که اهالی این شهر بر ضد بیدادگری های حاکم شورش برداشته او را پیش کردند، اعیان و اشراف بخارایی به کمک نصر رو آوردند. نصر اسماعیل را قایم مقام بخارا تعیین کرد و اسماعیل با نیروی عقل و ذکاوت، نرمی و خوشزبانی و مکر و حیل حاکمیت خود را در بخارا استوار و خلل ناپذیر گردانید. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت تاپریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. بخارا در دست نصر ملکی به عوض خدمت انعام شده به شمار می رفت. تحلیل متن نرشخی به چنین خلاصه امکان داد که اسماعیل قسمت زیادی در آمدی بخارا را قریب 700,000 درم می بایست به نصر بدهد و قسم کمتری آن را 500,000 درم همچون پاداشی خدمت قائم مقام برای خود نگاه دارد. اسماعیل حاکمیت خود را در شهر مستحکم کرده از اطاعت به نصر سرکشید و تمامی درآمد این ولایت پرثروت را از آن خود نمود. بین برادران مبارزه دور و دراز سر شد تا وقتهای آخر مورخان چنین می‌پنداشتند که این مبارزه سیاسی حاکمیت طلبی می باشد، اما سرچشمه ها این فکر را تصدیق نکردند. تصویر مفصلی مناسبت این دو برادر نشان می دهد که مبارزه آنها در زمینه اقتصادی قرار گرفته بود و اسماعیل فقط می خواست بخارا را با تمامی حقوق و امتیاز در دست خود نگه دارد. سبب هر دو زد و خوردی که در میان برادران به وقوع آمد، قسمتی به خزینه نصر تعلق داشته درآمد بخارا را از خود کردن اسماعیل بود. زد و خورد یکم سال 886 به آن انجامید که اسماعیل از وظیفه قائم مقام بخارا دور کرده شد. زد و خورد دوم سال 888 غلبه اسماعیل را تأمین نمود. ولی اسماعیل تخت را از نصر کشیدن نگرفت، زیرا آن وقت او چنین دعوا نداشت. او فقط برای استقلالیت اقتصادی و سیاسی بخارا و به ملک خاصه خود تبدیل دادن آن مبارزه می کرد و در سال 888 کاملا به این نیت خود رسید. نهایت در سال 892 پس از وفات نصر به تخت سلطنت نشست و ملک خاصه او بخارا پایتخت دولت سامانی گردید. پس از برهم دادن نزاع‌های بین خودی فیادالی و خوابانیدن اسیان‌ها در پیش اسماعیل سامانی، وظیفه باز هم جدی‌تر می ایستاد. اکنون او می بایست بی خطری خارجی دولتی تشکیل کرده خود را تأمین می نمود. وضعیت خارجی مملکت خیلی پرتهلوکه بود. قبل از همه اقتداری روزافزون دولت اسماعیل سامانی باعث به وجود آمدن ناآرامی و اضطراب در مرکز خلافت می گردید. این چنین هجوم پی در پی قبیله های بادیه نشینی همسایه به اقتصادیات واحه‌های زراعتی مملکت ضربه های
هلاکت آور می رساند. خلیفه عرب در مبارزه بر ضد اسماعیل سامانی حاکم خراسان عمرو ابن لیث صفاری را استفاده می بود. در سال 898 خلیفه حاجیانی از آسیای میانه به بغداد آمده را به قصر خود دعوت نموده. در حضور آنها منشوری را که در وی از سر حکومت دور کردن اسماعیل و به عمروی صفاری سپاریده شدن حکمرانی ماوراء النهر نوشته شده بود خواند. سپس او این منشور را با هدیه‌های پرقیمت به عمرو ارسال نمود. خلیفه عرب عمرو را به مقابل اسماعیل برانگیخته میخواست به این وسیله قوت این هر دو را ضعیف گرداند و حاکمیت خلافت را در آسیای میانه مستحکم نماید. عمرو فرمان خلیفه را گرفته بر ضد اسماعیل سامانی لشکر کشید. اسماعیل چنان که نرشخی می نویسد عوام و پیشوران را مسلح نموده با قوه زیادی به مقابل عمرو به بلخ حرکت کرد و پیش راه لشکری او را گرفت. سال 900 اسماعیل در نزد بخارا عمرو ابن لیث را مغلوب ساخت. این غلبه به اسماعیل از آن سبب میسر گردید که او را عامه خلق، مردم عوام و پیشوران دستگیری کردند. این را طبری، ابن مسکوی و باز هم روشن و واضح در نرشخی تصدیق می نماید. مثلا نرشخی نقل می کند که اسماعیل هم اشراف، هم عوام و هم پیشورانی بافنده را با جهاز و سلاح تأمین نمود. عمرو که نظرش این نیروی بزرگی فوج خلقی را نگرفت و مغلوبیت دچار شد. این گفته نرشخی را یعنی مسلح نمودن اسماعیل مردم عوام و پیشور را مؤلف تاریخ سیستان هم قوت می‌دهد. اسماعیل ابن احمد در ماوراء النهر به جارچه ها فرمود اعلان کنند که عمرو آمده است تا ماوراء النهر را ضبط کند، آدمان را به قتل رساند، مال و ملک را به غارت برد و زنان و کودکان را غلام گرداند. چون در واقع هم این همین طور بود، پیشوران ماوراء النهر طرف اسماعیل را گرفته با سخنان مرگ از اسارت به جنگ ضد عمرو روانه شدند. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت تاپریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. این بود که سال 900 اسماعیل در نتیجه به کار بردن تدبیر ماهرانه جنگی لشکر عمرو ابن لیث را به محاصره گرفته تماما تارمار کرد و حاکمیت خود را در خراسان برقرار نمود. موفقیت‌های حربی که اسماعیل سامانی در جنگ ضد بادیه نشینان به دست آورد از غلبه او بر عمرو کمتر نبود. بادیه نشینان یک قطار ضربه‌های هلاکت آور دیده وقتی زیادی از تاخت و تاز واحه‌های زراعتی ماوراء النهر دست کشیدند. برای آنکه واحه‌های بخارا از هجوم بادیه نشین‌ها بی خطر ماند، هنوز قبل از اسماعیل در بین واحه‌های زراعتی و صحرای چادرنشین در مسافه 10 کیلومتر دیواری بلند کشیده بودند. تعمیر هر ساله این دیوار به ذمه اهالی واگذاشته شده. چنانچه که مورخان عصر 10 تصدیق می کنند، این کار برای اهالی عهده‌داری خیلی سخت حساب می شد. هنگامی که اسماعیل سامانی به بادیه نشینان ضربه قطعی رسانید، اهالی بخارا و اطراف آن را از این خدمت مجبوری آزاد نمود. تا وقتی که زنده اند قلعه بخارا من هستم می گفت بود. نرشخی می نویسد که در حقیقت هم اسماعیل سامانی همه وقت در محاربه ها شخصا اشتراک می نمود و به دشمن امکان نمی داد که به ولایت بخارا دست یابد. اسماعیل سامانی از مبارزه عامه خلق برای استقلالیت استفاده برده نخستین بار پس از استیلای عرب سرزمینی در نتیجه زد و خوردهای داخلی
پریشان گردیده را به هم متحد نمود و دولت بزرگی مستقلی به وجود آورد. وی در برابری برهم دادن حکومت صفاریان حاکمیت خود را نه تنها در ماوراء النهر و خراسان مستحکم کرد، بلکه به یک قطار ولایت‌های شرقی و شمالی ایران صاحب گردیده استقلالیت حقیقی دولت تشکیل کرده خود را نسبت به خلافت عرب تأمین نمود. اسماعیل سامانی که خود یک نفر فیعدل کلان بود، با سعی و کوشش تمام منفعت‌های اعیان و اشراف فیعدلی محلی و گروه‌های بازرگانی مملکت را محافظت می‌کرد. اسماعیل به تقاضای همین منفعت‌های تاجران و زمینداران کلان، چی در تحکیم امنیت خارجی مملکت و چی در بابت به ترتیب درآوردن اداره داخلی آن اقدامات به عمل آورد. این اقدامات و همچنین در نوبت اول به یک مرکز متحد نمودن خراسان و ماوراء النهر، تامین نمودن استقلالیت حقیقی مملکت و سامان کردن مناسبت آن با بادیه نشینان، این همه به ترقیات زراعت، پیشوری و تجارت ماوراء النهر و خراسان زمینه های ضروری فراهم آوردند. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. شما گفتاری 56 را از کتاب علامه باباجان غفورов شنیدید. عبدالرشید خوجم قلف خواند. کارگردان شیرعلی نغزلی.